هیئت‌ها نمیتونن سکولار باشن. هیئت امام حسین سکولار ما نداریم. هر کس علاقمند به امام حسینه یعنی علاقمند به اسلام سیاسی است، اسلام مجاهده، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادنه، اسلام جان دادنه. این اعتقاد به امام حسین معناش اینه دیگه. اینی که یه آقایی در یک گوشه‌ای عباشه بکشه به کول خودش بگه من به کارهای کشور کار ندارم، من به نظام کار ندارم، این افتخار نیست، این ننگه. روحانی بایستی از وجود یک چنین نظامی که پرچمش اسلامه، قانونش فقه اسلامی است، استقبال کنه با همه وجود. حالا یه معمم یه گوشه‌ای بیاد خودش از نظام کنار بگیره، بهانه هم این است که فلان انتقاد ما داریم، فلان. خیلی خوب 100 تا انتقاد داشته باش، 200 تاش به خود ما امامیه وارده، مگه ما انتقاد بهمون وارد نیست؟ حوزه های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند، در خدمت تقویت نظام حرکت کنند. و این درست عکس اون چیزی است که سیاست‌های سرویس‌های امنیتی انگلیس و آمریکا و اسرائیل و دیگران دنبال می‌کنند. حوزه‌های علمیه نمی‌توانند سکولار باشند. یعنی که ما به مسائل نظام کار نداریم، به مسائل حکومت کار نداریم، این سکولاریسم. البته این مخالفین یک جور نبودن. یه دسته همین غیر مذهبی های سکولار بودن که اصلا معتقد بودن که دین چنین حقی نداره، چنین شأنی نداره که بخواد وارد مسائل اجتماعی بشه، سیاست کشور، نظام اجتماعی کشور و مدیریت کشور رو به عهده بگیره. دین اصلا چنین شأنی نداره. حالا اگر کسی به دینم معتقد باشه، دین برای نماز و روزه و کارهای شخصی و مسائل قلبی و این چیز هاست. یعنی اصلا اعتقاد به حاکمیت دین نداشتن. درود بر بینندگان و شنوندگان روزگار آلترناتیو. این هفته سومین قسمت از این برنامه رو با موضوع شرایط مثبت و منفی در پیدایش آلترناتیو تقدیم شما می‌کنیم. در 2 برنامه قبلی که هم به صورت تصویری و هم به صورت پادکست صوتی پخش شد، توضیح دادیم که حزب ما در این سری از برنامه‌ها بر روی موضوع آلترناتیو تمرکز می‌کنه. در برنامه اول به توضیح معنای آلترناتیو و تفاوت اون با جانشین‌های دیگه یه حکومت پرداختیم. در برنامه دوم هم به این پرداختیم که آلترناتیو عهدهدار چه وظایفیه و در غیاب اون چه مشکلاتی وجود خواهد داشت. این هفته به شرح و هماندیشی درباره این نکته خواهیم پرداخت که چه شرایطی برای پیدایش آلترناتیو لازم و ضروری خواهد بود و از چه شرایطی باید دوری کرد. با هم یه ویدیو کوتاه ببینیم و پس از اون به بخش هماندیشی چند تن از اعضای حزبمون بریم. با ما همراه باشید. میدونیم که یه تشکل سیاسی اساساً وقتی به آلترناتیو تبدیل میشه که در رهبری مبارزه اجتماعی نفوذ قاطع پیدا کنه و به این ترتیب واجد قدرت سیاسی باشه. پس کوشش برای جلب و فراهم آوردن قدرت سیاسی بخشی از روند شکلگیری آلترناتیوه. گروهی از اهل سیاست گرد هم میان، بر سر موضوعاتی توافق میکنن، ائتلافی رو شکل میدن و این نهاد ائتلافی سیاسی طی تشریفاتی اعلام موجودیت میکنه. اما این تازه اول کاره. به طور طبیعی این نهاد اگه بخواد تشکلی ملی تلقی بشه، باید بتونه سرانجام اعتماد و حمایت مردم داخل و خارج کشور رو به خودش جلب کنه و در بین اونا نسبت به راهنمودای خودش گوشهای شنوا پیدا کنه. اینها رو میشه شرایط شکلگیری یه آلترناتیو دونست. اولین شرط وجود نارضایتی عمیق و گسترده در بین مردم و وجود میل وافر اونا به تغییر سیاسیه. در واقع هیچ تغییری بدون وجود یه نارضایتی وسیع ممکن نیست. البته اینم در نظر داشته باشیم که جنس و ماهیت نارضایتی مردم در هر گروهی با دیگر گروه‌ها متفاوته.
دومین شرط وجود یک رهبری قابل اتکا و خارج از دسترس حکومته. در این مورد گاه بخشی از مملکت خودش رو از قید حکومت ستمگر مرکزی جدا میکنه و پایگاه مبارزه علیه اون میشه و گاه رهبری در خارج از حوزه قدرت حکومت، عمدتاً در خارج کشور شکل میگیره و با استفاده از قرارگاه امن خودش در امر مبارزه دخالت میکنه. مثلا اگه حکومت شاه در سال 42 خمینی رو به بیرون از مرزهای قدرت خودش نرونده و از کنترل خودش خارج نکرده بود، امکان اینکه خمینی از خارج رهبری مبارزات داخل کشور رو به دست بگیره وجود نداشت. شرط سوم اینه که جلب اعتماد و حمایت مردم داخل کشور امکان پذیر باشه. مردم باید این رهبری رو خودی بدونن و باور کنن که مطابق منافع اونا عمل میکنه تا از اون حرف شنوی داشته باشن. در همه این موارد وجود یک آلترناتیو ملی میتونه به صورت وسیله بازدارنده عمل کنه. شورش‌های مردم رو صاحب مقصد و رهبری کنه، به نیروهای خارجی بگه که ایران دارای رهبرانی امروزی و صلحجو هم هست که پشتشون به حمایت و اعتماد مردم کشور گرمه و به نیروهای نظامی داخل کشور نیز نشون بده که قدرت استقرار آشتی ملی و بخشش کسانی که دستشون به خون مردم آلوده نیست رو داره. ما مرتباً از کنشگران سیاسی میشنویم که ایران در خطر، اما معلوم نیست که گویندگان این ترجیبند دلگیر در راه رفع خطر دست به کدوم فداکاری، که البته فداکاری که سهل، دست به کدوم اقدام عملی زدن. به این زنان و مردان شریف ایرانی باید گفت که اونقدر صبر نکنید تا خطری که میگید اتفاق بیفته، چرا که اگه با حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه، اما یقین داشته باشید که با خطر گفتن تنها مصیبت‌های بسیاری بر سر کشورمون فرود خواهد اومد. خب دوستان، همونطور که گفته شد، بحث امروز ما درباره شرایط مثبتیه که به پیدایش آلترناتیو کمک میکنه و شرایطی که مانع به وجود اومدن آلترناتیو میشه. و اولین عضو شجاعی که برای اظهار نظر وقت گرفته آقای محمود ابطحی. بفرمایید، سراپا گوشیم آقای ابطحی. متشکرم از شما. ویدیویی که پخش کردید و توضیحاتی که روش بود اشاره کرد به عدم رضایت. عدم رضایت خب چه موقع پیش میاد؟ اینکه پاسخگو نباشه حکومت وقتی که پاسخگو نیازهای جامعه نیست عدم رضایت ایجاد میکنه. خب اینه که به عنوان یکی از شرایط مساعد بود برای اینکه بتونه همبستگی علیه حکومت در مردم ایجاد بکنه. این عدم پاسخگویی که منجر به اعتراضات میشه و نارضایتی ها میشه، دو تا جنبه خیلی عمومی داره. یکی عدم پاسخگویی دموکراتیک هست، اینکه مردم میخوان به خودشون حکومت کنن، آزادی داشته باشن. یکی دیگه جنبه ماهوی داره، یعنی اینکه زندگی مردم رو نمیتونن تأمین کنن. این جنبه ماهویش همه جای دنیا یکسانه، یعنی همه انسان‌ها زندگیشون باید بچرخه، معیشتشون باید تأمین باشه، باید بتونن درمان براشون فراهم باشه. امروز نیاز به آموزش هست، بتونن به آموزش دسترسی داشته باشن. بیمه‌های اجتماعی، بازنشستگی، عرض کنم مهمتر از همه اینا اول کار باید بتونن داشته باشن. امنیت روانی و اجتماعی وجود داشته باشه. ناکارآمدی این حکومت همه اینها رو از جامعه سلب کرده. یعنی الان آمار بیخانمانی رو در ایران ببینید، مردم در اتوبوس‌ها میخوابن، در گورها میخوابن، پشت بوم‌ها رو اجاره میکنن، در ماشین‌ها میخوابن. تورم، اقتصادی که کاملا ورشکسته است به نظر من، سیستم‌های مختلفش خصوصا سیستم مالی و بانک‌ها ورشکسته. فقر و آسیب‌های فراگیر اجتماعی مثل اعتیاد، فحشا، فساد مالی، اداری. خب اینها پایه اون نارضایتی هاست که واقعا این حکومت باید توان اداره جامعه رو داشته باشه که اینو پاسخگو باشه. این چیزی نیست که به این راحتی ها بتونه پاسخگو باشه، مخصوصا چون که در یک روزگاری زندگی میکنیم که ارتباط با فرای مرزها هم خیلی مهمه، سیاست خارجی هم خیلی مهمه. در واقع
ناتوانی این حکومت رو دوچندان میکنه، اینکه نمیتونه با همسایه ها در منطقه و با قدرت های منطقی در واقع تعامل مناسب داشته باشه. من فکر میکنم این رو باستی خیلی مناسب دونست برای اینکه انگشت روش گذاشت، دلایلش رو توضیح داد که بشه در واقع یک زمینه‌ای بشه برای همبستگی در میان اپوزیسیون که بتونه به اون آلترناتیو برسه، که انتخابی پیش روی مردم بگذاره که اگر که به مردم انتقال داده باشه، این اعتماد رو کسب بکنه که اگر شما در خیابان‌ها آمدید و این حکومت رو برانداختید، روش‌های خواهد بود، کسانی هستند، متخصصانی هستند که این نیازهای شما رو برطرف خواهند کرد و ایوانا بتونن نشون بدن که چگونه، به چه شکل این کار رو خواهند کرد، دست کم به صورت ابتدایی این ارتباط رو با جامعه برقرار بکنن. من میخوام این رو تاکید بکنم، حکومتی که نمیتونه نیازهای ابتدایی جامعه رو برطرف بکنه، به اینجا میرسه که معلم رو کتک میزنه. معلم هایی که امروز در ایران کتک میخورن، تمام خواستها درسته که سیاسی شده است، ولی اون چی که میخوان سنفیست، واقعا در قالب چارچوب کارشون خواستهایی رو دارن، نیازهای مالی رو دارن که مطرح میکنن. حکومت وقتی نمیتونه اونها رو تأمین بکنه، اونها رو میبینیم که کتک میزنه، زندان میکنه، کارگرها رو شلاق میزنه به خاطر اینکه حقوق معوقه‌شون رو میخوان و زندان میکنه. من فکر میکنم که این بالاترین در واقع میزان نارضایتی و ضعیفترین نقطه این حکومته که باید مرتب روش انگشت گذاشت و متوجه باشیم که این حکومت زندگی عادی مردم رو هم نمیتونه تامین کنه. متشکرم از شما. خیلی ممنون. آقای حسین سایی، بفرمایید، زمان در اختیار شماست. ممنون از وقتی که به من میدین. من در ابتدا میخواستم یه چک لیستی عنوان کنم از باید و نبایدها و چیزهایی که برای ایجاد آلترناتیو شاید مفید باشه، ولی با صحبتایی که دوستمون آقای ابطحی کردم، من دوست داشتم الان یه تذکر یا یادآوری کنم توی صحبتای ایشون. از نظر من حکومت اسلامی میتونه همه نیازهای مردم رو تامین کنه، میتونه تمام چیزایی که نیاز هست رو ایجاد کنه، ولی کن قطعا نمیخوان خودشون، چون حکومت بر پایه ایدئولوژیک بنا شده. اول و تنها مسئله‌ای که برای اینا مهم هست پیشبرد اهداف ایدئولوژیکشون است. به خاطر همین که وقتی شما میایید توی بندهای بودجه هر سال نگاه میکنین، میبینین که نهادهای امنیتی، نهادهای اسلامی، گشت ارشاد، فلان و فلان، همه بودجه های میلیاردی میگیرن. بعد محیط زیست، آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، همه بودجه های بسیار کم که فقط شاید حقوق پرسنلشون رو بتونن پرداخت کنن. یعنی شما تو هیچ زمینه رفاهی و اجتماعی نمیبینین که شما بودجه‌ای تخصیص داده بشه که بتونه گره‌ای از کار اون بخش یا اون منطقه به اصطلاح اجتماعی بگیم یا اقتصادی بگیم حل بکنه. پس اینا واقعا خودشون نمیخوان و مردم باید اینو بدونن که این حکومت حکومتی نیست که برای مردم باشه و یا مردمی باشه. درسته از دل اون انقلاب 57 یا بگیم اون شورش 57 بیرون اومده، ولی دیگه هیچ ربطی با مردم نداره، هیچ ارتباطی با مردم نداره و تمام کسایی که فکر میکنن از در کنار این حکومت میتونن به اون خواسته ها و اون آمال زندگی حالا نظر رفاه یا هر رفاه اجتماعی و روانی برسن، قطعا نمیرسن و هیچ راهی نیست جز این که این حکومت کارش یکسره بشه و براندازی بشه و یه حکومت جدید که دموکرات و سکولار هست بیاد و زمام امور در دست بگیره. اما در خصوص کوتاه بگم، حالا صحبتم طولانی شد تو این بخش، در خصوص باید و نبایدهای آلترناتیو، به نظر من یکی از مهمترین خصیصه هایی که یک آلترناتیو باید داشته باشه اینه که مردم بتونن تمام رهبران رو بشناسن به خوبی و یک پیشینه مثبت و خوبی داشته باشن، رهبرانی که میخوان توی اون جمع آلترناتیو قرار بگیرن
و دوم این که اعضایی که قرار اضافه بشن به این گروه آلترناتیو طی فرایند مناسبی به مردم به اصطلاح شناسونده بشن، فعالیت هایی که کردن، توانایی هایی که دارن. اگر به فرض شخصی تو زمینه اقتصاد متبحر هست، علم کافی داره، مشخص شه، معرفی شه که ایشون تو این بخش اقتصادی میتونه کمک کنه و مشکلاتی که الان هست رو میتونه کمک کنه که حل بشه. تو بخش‌های امنیتی، نظامی، تو بخش‌های سیاسی و به قولی روابط بین الملل، تمام این پوزیشن‌ها و آپشن‌هایی که لازم هست که یک حکومت مردمی بتونه با جهان اطراف و تعامل داشته باشه و روابط مناسب که الان وجود نداره ایجاد بشه برای حکومت جدید و به عنوان آلترناتیو معرفی کنن که بتونن اون قدم بعدی که گرفتن مثلا راه اندازی حکومت موقت هست و به راحتی انجام بدن و اون قدم رو بردارن. من فعلا صحبتامو تمام میکنم، امیدوارم دوستای دیگه بتونن کامل کنن به هر حال بحثو. خیلی ممنون. آقای جوانپیکر بفرمایید، خواهش میکنم. با سپاسگزارم خانم بیاسفند. عرض شود که بله طبیعی ما یک مثل یه ترازو میمونه که دو طرفش دارای بارهای مختلفه و این طرف حکومت و طرف ملته که اون بارها رو کم و زیاد میکنه. من میخواستم قبل از اینکه واردش بشم یه اشاره‌ای بکنم به جریانی که آقای مهندس قراشداقی بهش اشاره کرد توی کتابش در رابطه با ماندلا، جنبش آپارتاید. وضعیت به یه جایی رسید که خود حکومت از این آقایون، البته داستانش که اینا چگونه رفتن اونجا و آشنا شده بودن با اینا سر قضیه تفکر سیستمی، ببخشید، خود اونا از این میخوان که یک پیشنهادی رو ارائه بده از اون آقایونی که رفته بودن و ماندلا رو باش مذاکره میکنن و میخوان که بیاد و توی اون جریان دخالت بکنه. خب ماندلا یک کسی بود که از 20 و چند سال توی زندان و کار مسلحانه میکرد، خیلی آدم ربلی بود، ولی اونم اومد و برای حل قضیه راه روش خودش ارائه داد. یعنی حکومت آپارتاید به جایی رسیده بود که چاره‌ای نمیدید جز این که یک آلترناتیو برای خودش پیدا کنه. چرا؟ چون داشت جامعه دیگه با آتش کشیده میشد. آلترناتیوش هم این نبود که همون حکومت بمونه، بلکه اصلا سیستم دموکراتیک بشه و نظام آپارتاید هم برچیده بشه. یه همچین شرایطی باید در درون جامعه ایران باشه، یعنی به اون مرحله‌ای برسه مردم انقدر آگاهی داشته باشن نسبت به اون چیزی که میخوان که اونو در هیبت اون آلترناتیو ببیننش. آلترناتیو یک شرایطی داره رسیدن بهش برای مردم. تو مردم خیلی هستن که میدونن که این حکومت بده، این حکومت مذهبی، ایدئولوژیک، همه آزادی‌ها رو گرفته، به این چیزا حتی از نظر کارآمدی در همون مسائلی که محمود اشاره کرد در راجع به مسائل معیشتی مردم، امنیت مردم، آزادی مردم، خب اینا همه رو مردم خودشون دارن با پوست و گوشتشون احساس میکنن. طبیعیه که اون آلترناتیوش رو بهش فکر بکنن، ولی خیلی ها بی‌توجهن به این قضیه، یعنی فکر میکنن که این چیزا به خودی خود حل میشه یا یه عده خواهند اومد و حلش خواهند کرد، در صورتی که همونطوری که گفتمان این سکولار دموکراسی در درون جامعه بعد از تلاش‌های تا امروز تلاش‌های زیاد تونسته جای خودش رو باز بکنه، اون نکات مثبت آلترناتیو سازی و نکات منفی
در رابطه با آلترناتیو هم باید شناسونده بشه، باید بیاد بالا، باید بیاد روی آب. مردم میدونن این نظام ناکارآمده، ولی اون آلترناتیوی که میتونه اینو جایگزین این ناکارآمدی بشه نمیشناسن، چون نیست. ما تمام تلاشمون سر همینه که به اون آلترناتیو برسیم. در نتیجه اون چی که تلاش باید بکنیم اینه که همونطور که گفتمان جا افتاده، لزوم این آلترناتیو هم جا بیفته. اینکه باید باشه، باید تشکیل بشه. چون دفعه پیش در رابطه با این صحبت کردیم که وقتی که نباشه چه اتفاقاتی میفته که با زیادم بهش نرسیدیم. ولی واقعیتش اینه این وضعیت تا زمانی که آلترناتیو تشکیل نشه، این وضعیت روز به روز بدتر میشه، رژیم روز به روز بسته تر میشه، فشارها بالا میره. اینا نه میخوان و نه میتونن کشورداری کنن. با قوانین الهی نمیشه تو قرن 21 کشورداری کرد. خیلی ممنونم از وقتی که من دیدم خانم بیاستان. خیلی ممنونم آقای شهرام عباسپور، بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم خانم قیاسفند. سپاسگزارم از دوستان که به زوایای مختلفی اشاره کردن، ولی در پیرو صحبت‌های آقای امیر جوانپیکر من میخواستم بگم که اگر ما تشبیه بکنیم این درخت حکومت اسلامی رو که الان 43 ساله شده با اون شرایطی که محمود جانم اشاره کرد که الان وضعیت مملکت و وضعیت مردم به چه شکل هست، واقعا دیگه به ناکارآمدی این حکومت همه پی بردیم. ولی همونجور که امیر جان گفتن، به هر حال مردم ما دیگه، من فکر میکنم لااقل ما سکولار دموکرات ها وظیفه خودمون رو تا به اینجا انجام دادیم. لااقل در 15 سال گذشته به اندازه کافی راجع به مقوله سکولاریسم و دموکراسی صحبت شده، بحث شده و الان من فکر نمی کنم کسی باشه که حتی در جامعه ایران متوجه نباشه که سکولاریسم چه معنی داره و یک جامعه دموکرات یعنی چی. ولی به همین جهت ما این برنامه هامون رو اسمشو گذاشتیم روزگار آلترناتیو، که دیگه الان وقتش رسیده که مردم از بین آلترناتیو های موجود به هر حال باید یکی رو انتخاب بکنن و ما به عنوان سکولار دموکرات ها وظیفمون اینه که بگیم به نظر ما وقتی که میبینیم از سال 96 به این طرف شعارهای مردم در اعتراضات چقدر رادیکال شده نسبت به حکومت اسلامی، دیگه لازم نیست که من شعارها رو همه رو نام ببرم، ولی همین مردمی که میان در خیابونها و رضا شاه روحت شاد شعار میدن، این از نظر من این معنیش اینه که از زمانی که رضا شاه این اصلاحات رو شروع کرد و رفته رفته داشت این جامعه رو به سوی سکولاریسم میبرد، به هر حال متاسفانه این وسط یه وقفه‌ای افتاد و شاید محمد رضا شاه نتونست که اون کارای ناتمام رضا شاه رو انجام بده. ولی الان همین جوانایی که در نظام حکومت اسلامی به دنیا اومدن، همینها مجدداً میخوان که اون کارهای نیمه کاره رضا شاه که باید میرفت به سوی سکولاریسم، الان جوانای ایران خواهان یه حکومت سکولار غیر مذهبی هستند و ما الان در صحبت‌های مسئولین این حکومت میشنویم و میبینیم که چقدر نسبت به این مقوله سکولاریسم حساسیت دارن و ترس و نگرانی دارن. اینه که من خودم به عنوان یک سکولار دموکرات میتونم لااقل این پیشنهاد رو به هموطنا بدم که راجع به یک حکومت سکولار و دموکرات، راجع به یک آلترناتیو سکولار دموکرات بیشتر باید فکر بکنم. ممنونم خانم قیاسفند. خیلی ممنون. آقای محمود ابطحی، زمان در اختیار شماست. متشکرم. من یه توضیح کوتاه میخوام بدم راجع به صحبت‌هایی که کردند هموندمون آقای سایی. عرض کنم درست میگن، ایدئولوژی خیلی مهمه. ما همیشه میگیم که این مذهب در واقع
یکی از مشکلات اساسی است که ما باش روبرو هستیم. ولی نمیخوام من وارد این بشم که اینها میخواهند یا نمیخواهند. خیلی چیزا رو اینا نمیخواهند به خاطر اون ایدئولوژی که دارن، نگاه متفاوتی که به دنیا دارن. ولی اصل صحبت من اینه که اگر بخواهند هم نمیتونن. یعنی به شیوه این کشور رو اداره کردن که دیگه اصلا مهم نیست که میخوان یا نمیخوان، دیگه ناتوانن در این زمینه، به معنای واقعی ناتوانن. و درسته که ریشش یکی از عوامل اساسیش اون خود مذهبی بودن این حکومته که ما در مقابل سکولاریسم رو میذاریم و میگیم که آلترناتیوی که سکولار باشه این مشکل رو نخواهد داشت. و مشکلات دیگری هم هست در این شیوه حکومت که در واقع پیشنهادهای دیگری هست براش که چگونه رفع بکنن این رو که ما بتونیم در ایران یک زندگی در واقع همراه با کرامت انسانی داشته باشیم، معیشت مردم تامین باشه، اون چیزی که شایسته انسان ایرانی است. برای اینکه فقط تمام کنم، همینا برمیگرده به صحبتایی که آقای جوانپیکر کردن، شهرام جان گفتن، اینکه چقدر در اپوزیسیون سکولار دموکراسی بتونن با هم تعامل کنن، نکات مشترکشون رو ببینن، توانایی‌هاشون رو در کنار یکدیگر بگذارن که اون آلترناتیو رو بتونن بسازن که اعتماد مردم رو به دست بیارن که این مشکلاتی که امروز دارن رو اگر این حکومت فرو بپاشه یا به پایین کشیده بشه توسط مردم، کسانی هستند که تا وقتی که حکومت به دست مردم سپرده بشه، حاکمیت ملی برگردانده بشه، کسانی هستند که اون زمان اداره بکنن کشور رو و معیشت مردم از اینی که هست بهتر بشه و رو به پیشرفت بره. متشکرم. متشکرم از شما آقای جوانپیکر. بفرمایید، خواهش میکنم. بله خیلی ممنون خانم پیاسا. من فقط میخواستم یک توضیح بدم راجع به، یعنی برداشت خودم از سخن آقای عباس‌پور شهرام عزیز بگم. ببینید من نظرم بر اینه، من نگاه میکنم من در اپوزیسیون هیچ آلترناتیوی نمیبینم. یعنی آلترناتیوی که مردم بخوان، از نظر من آلترناتیو اون چیزی که مردم تعیین میکنن، مردم تاییدش میکنن، بهش اعتماد میکنن. هر کسی میتونه امروز بگه من آلترناتیوم، مسئله نیست، در گفتنش، در ادعا کردنش حرفی نداریم. اگر ما هم خودمون آلترناتیو نمیدونیم به خاطر همینه که هنوز ما معتقدیم که اون مردم باید پشتوانه این حرکت باشه. در نتیجه من این چیزایی که خودشون و سازمان مجاهدین میگه ما تنها آلترناتیو این رژیم، تنها چیزی که نیست همینه که آلترناتیو رژیم باشه. و خیلی جریانات دیگه هم هستن ممکنه بگن ما آلترناتیو، من تا حالا ندیدم کسی خودش آلترناتیو اعلام کنه غیر از مجاهدین. آلترناتیوی وجود نداره. برای اینه که ما دنبال آلترناتیو سازی هستیم، ساختن آلترناتیو، اونم با چی؟ با پشتوانه مردم، اعتماد و اعتباری که اونا میخوان. خیلی ممنون از خانم پیاسا. سپاسگزارم. آقای سایی بفرمایید. ممنونم. من در تایید هموند عزیزمون آقای ابطحی میخواستم بگم که قطعا حق با ایشونه. من با از عنوان اینکه اینها تمرکزشون بر چیز دیگه است، منظورم این بود که اگر بخوان میتونن اصلاح بشن یا درست کنن و کارها برگرده به روال عادی خودش. سعدی تو گلستانش گفته آهنی را که موریانه بخورد نتوان برد از او به صیقل زنگ. با سیه دل چه سود گفتن وعظ نرود میخ آهنی در سنگ. و واقعا اینا به جایی رسیدن که هیچ وعظی و هیچ به قولی کمکی نمیتونه نجاتشون بده. این حکومت انقدر خراب کرده، از چه از نظر سیاسی، چه از نظر بین المللی، چه از نظر اجتماعی، از همه نظر انقدر نمره منفی گرفتن که دیگه با هیچ تک ماده و کمکی نمیشه قبولشون کرد. قطعا باید برن. و واقعا نقطه عطفی که مردم، من میخواستم عنوان کنم این بود که مردم حسابشون رو جدا کنن از این حکومت، فکر نکنن که به یه شکلی به یه نحوی قابل اصلاح هست و میتونن مثلا به یه شکلی برگردن به روال اصلی. من بیشتر مد نظرم این بود که این حکومت حسابش از مردم جدا کرده، مردم هم باید حسابشون از حکومت جدا کنن و به فکر آلترناتیو جدید باشن. ممنونم.
ممنونم. آقای صلحجو با دوربین بسته، صدای شما رو میشنویم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. تشکر و درود خانم قیاسفند. بحث آسیب شناسی اپوزیسیون در روند تشکیل آلترناتیو فکر کنم بحث روز باشه. با شرایطی که تو ایران کشورمون داریم، اینکه اونچه که ما میدونیم این حکومت مشروعیتش رو بین قشر عمده هموطنانمون از دست داده، نارضایتی به اکثریت، یعنی اکثریت مردم ایران ناراضی هستن و در حد اکثریت هست. یه سوال اساسی وجود داره، چرا ما آلترناتیو نداریم؟ این فقدان آلترناتیو از چه چیزی متأثر هست؟ خب شرایط مثبت رو همین میدونیم، میگم نارضایتی ها، اون مدیریتی که این حکومت در 40 سال گذشته داشته تمام شرایط مثبت رو ایجاد کرده برای تشکیل آلترناتیو. منتها این مهمه که اینکه چرا آلترناتیو نداریم، در واقع باید در این مورد فکر کنیم که شرایط منفی این تشکیل آلترناتیو کجا هست. فکر میکنم خب دلایل زیادی میتونه داشته باشه. من 2 تا دلیل الان به ذهنم رسید. یکیش این که علیرغم جمعیت جوان و جمعیت بالایی که ایران داره، 80 میلیون نفر در داخل ایران، بیش از بین 5 تا 10 میلیون نفر حداقل خارج از ایران هستند. چرا ما در بین احزاب و سازمان‌های سیاسی که در داخل و خارج از ایران، مخصوصا خارج از ایران فعالیت دارن، چرا این جمعیت جوان و اکثرا تحصیل کرده نمیتونن متشکل بشن؟ چرا علاقه ندارن عضو سازمان‌ها بشن، به گروه‌ها بپیوندن، فعالیت سیاسی به صورت فعالانه در واقع در پروسه سیاسی شرکت کنن؟ طبیعتاً خب آمارهایی وجود داره که این جمعیت نگاه سیاسی داره، در واقع تصمیمش رو گرفته، میدونه چی رو میخواد چی رو نمیخواد، ولی چرا ابا داره از اینکه فعالیت تشکیلاتی داشته باشه؟ این فکر کنم سوال خیلی مهمیه که باید بتونیم بهش جواب بدیم. احزاب و گروهایی که ما الان در داخل و خارج از ایران داریم حد اکثر همه با هم چقدر عضو دارن، عضو فعال دارن؟ آیا به عدد چند هزار نفر رسیدیم اصلا؟ این یه موضوع که فکر کنم باید بتونیم تحلیلش کنیم و یه راه حل براش پیدا کنیم. و دوم این که ایدئالگرایی سازمان‌های سیاسی، فکر کنم به این معنا که اگه ما تعریف حزب رو در واقع افرادی بدونیم که حول یه ایدئال سیاسی داره هم جمع میشن حول فکر سیاسی، و هم در داخل ایران هم در خارج از ایران ما داریم همه این گروه ها رو که از چپ تا راست در واقع دوره گفتمان دارن فعالیت میکنن. مسئله اینه که چرا نمیتونن خود یک محور مشترک، چرا این توانایی ندارن که یک مقداری از اون ایدئال هاشون بکاهن و بتونن حول این مخرج مشترک به تشکیل آلترناتیو کمک کنن. فکر کنم این هم یه موضوع خیلی مهمی هست. در واقع ما اشخاص و گروه‌های شایسته رو داریم، هم در داخل هم در خارج، کسایی که قدرتمند هستن، مردم بهشون اطمینان دارن، عمری رو در مبارزه سیاسی صرف کردن، ولی توانای این که بتونن با گروه‌های دیگه حول محورهای مشترک ائتلاف یا جبهه درست کنن ندارن. که البته من اینو یه مقداری به همون حالت اولم برم رجوع میدم، اینکه قشر جوان و تحصیلگرد ایران فعالیت تشکیلاتی به اون جهت نداره، شاید باعث شده که گروه‌های سیاسی هم به خاطر تعداد اعضای کمی که دارن از این اعتماد به نفس برخوردار نیستن که وارد یک ائتلاف بشن. ما داریم احزابی که خب تصویر خیلی بزرگی از خودشون ارائه میدن، گفتمان دارن، برنامه‌های مختلف تلویزیونی دارن، ولی هر موقع به اینجا میرسه که در یک جمعی شرکت داشته باشن فوری پا پس میکشن و فکر کنم به دلیل عدم اعتماد به نفسه. و اعتماد به نفس هم از اون جایی نیست که میدونن زمانی که وارد یک در واقع گروه بزرگتر بشن مشخص میشه که در واقع از اون وزنی که میبایستی برخوردار باشن نیستن. من این 2 تا عامل رو یکی از دلایل منفی در روند تشکیل شدن آلترناتیو میبینم. ممنون. سپاسگزارم. آقای شهرام عباسپور، زمان در اختیار شماست. ممنونم خانم قیاسفند. خدمتتون عرض کنم من میخواستم در مورد صحبت‌های
جناب آقای جوانپیکر و آقای صلحجو که تقریبا نزدیک بود، شاید من یه مقدار خوشبینانه تر فکر میکنم و امیدوارم. به هر حال همینجور که جناب جوانپیکر گفتن، بله الان ممکنه که ما هنوز در اپوزیسیون آلترناتیوی نمیبینیم و آلترناتیو واقعی وجود نداره و تنها کسی که میگه آلترناتیو جمهوری اسلامی هستن فقط میتونه سازمان مجاهدین باشه، یعنی به ادعای اینا، ولی از ادعا تا عمل ما میدونیم خیلی تفاوت داره. ولی به هر حال همونجور که من اشاره کردم، جناب صلحجو گفتن که چرا تا به الان نشده و به هر حال به ایرادات این مسئله به اصطلاح یه گریزی زدن. من میخوام به این اشاره بکنم که به هر حال ما راجع به گفتگوهای سلبی و ایجابی هم قبلا صحبت کردیم در برنامه هامون. من فکر میکنم این میوه آلترناتیو الان به هر حال رسیده شده. واسه اینه که ما نگرانیم که تا دیر نشده حتما باید از این موقعیت و شرایط استفاده کرد. ما میدونیم که بعد از جریان 96 و 98 به هر حال این روندی که برای رفتن به سوی آلترناتیو باید طی بشه تقریبا داره به مرحله اون هدف نهایی میرسه و بعد از بخصوص صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی که هنوز 1 سال هم از روش نگذشته، بعد از صحبت‌های پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی یه مقدار فضا و جو اپوزیسیون کاملا تغییر کرده و همین این باعث شده که یه تعداد از گروه‌ها و احزاب و سازمان‌هایی که واقعا به سکولاریسم و دموکراسی که همواره شعار و در گفته‌های شاهزاده رضا پهلوی بوده، اینها رو همه رو داره کم کم دور هم جمع میکنه و امیدواریم که به زودی همونجور که ما همیشه به دنبال ساختن یک جبهه‌ای از سکولار دموکرات ها بودیم که توسط اون جبهه بتونیم به اون آلترناتیو برسیم، امیدوارم که به زودی این محقق بشه. ممنونم خانم رضا. سپاسگزارم. آقای دکتر نوری‌علا، نقطه نظرات شما رو میشنویم. بله، عرض کنم که من فکر میکنم توی بحثایی که امروز شد مطلب خیلی مهمی مطرح شد، ولی یک کمی هم سریع از روش گذشتیم. سخنی که گفته شد در مورد اینکه این حکومت اسلامی میتونه عرض کنم که مطالبات مردم رو پاسخگو باشه، اما به علت التزام به ایدئولوژی که داره نمیتونه این کار رو انجام بده و تفسیراتی که آقای ابطحی کردن به نظر من ما رو برمیگردونه به مهمترین مسئله قضیه که اون ماهیت یک رژیم باشه که واقعا کدوم رژیم هایی میتونن خودشون رو عوض بکنن و کدوم رژیم هایی نمیتونن هر چقدر بخوان خودشون رو عوض بکنن. حکومت اسلامی حکومتی که از روز اولی که مثلا توی آخرهای سال 1357 که میرفتیم به طرف اینکه در فروردین 58 رفراندوم صورت بگیره راجع به اینکه چه رژیمی میخواد جانشین رژیم پادشاهی بشه، خب پیشنهادات مختلفی بود، نمیدونم مجاهدین، مهندس بازرگان و غیره. اما خمینی پافشاری کرد و گفتش که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، و همونجا به نظر من امکان بازگشایی سیستم خودش رو از بین برد و این سیستم دیگه محکوم به این شد که یک ماهیت معینی رو به خودش بگیره و وقتی که به اصول اون ماهیت برسه نتونه خودش رو نجات بده. شما توجه بکنید که اگر که این جمهوری اسلامی روزی بخواد تبدیل بشه یه جمهوری که مذهب رسمی نداره، خب دیگه جمهوری اسلامی نیست، یعنی ماهیتاً عوض میشه. در حالی که مثلا وقتی که مثال ماندلا رو و افریقای جنوبی رو زدن، اون حکومت استطاعت این رو داشت که خودش رو عوض بکنه. من اتفاقا توی اشاره که آقای جوانپیکر کردن به
این کتاب آقای قرچداغی. خب این کتاب در واقع اصلش گفتگوییه که من با آقای قرچداغی کردم. در اونجا ما میدونیم که آقای قرچداغی بود که دعوت شد رفت به افریقای جنوبی و بین ماندلا و دکلارک واسطه شد تا اینها رو با هم دیگه آشتی بده و اینها بتونن عرض کنم که رژیم رو مملکت رو نجات بدن. در واقع من توی همون مصاحبه‌ای که حالا به صورت کتاب هم در آمده است از آقای قرچداغی میپرسم که شما که میگید که رفتید به افریقای جنوبی و این کار رو انجام دادید، در مورد ایران هم نمیشه این کار رو کرد؟ ایشون میگه نه و توضیح میده که چرا نه. یعنی که اصلا حکومت اسلامی استطاعت این، شما کافیه که حکومت اسلامی بگه که ما از فردا حجاب رو برمیداریم یا الزام به حجاب رو برمیداریم، آنچنان این خیمه فرو میریزه که چیزی ازش باقی نمیمونه. در نتیجه هر چقدر که ما بیریم جلو، اونها برای حفظ ماهیت خودشون بیشتر فشار میارن روی ماجراها و به این دلیل هست که ما میگوییم که حکومت اسلامی غیر قابل اصلاحه. تمام تلاش این 40 ساله برای اصلاح این حکومت رو که نگاه بکنید میبینید که عرض کنم که اصلاح ناپذیرش کرده. من خواستم بگم این نکته بسیار مهمیه که هم ماهیت حکومت رو تعیین میکنه و هم مشخصات و ماهیت آلترناتیوش رو. دیگه اصلاح طلبی نمیتونه آلترناتیو باشه، دیگه یه نوع دیگه ای از حکومت اسلامی نمیتونه آلترناتیو باشه، برای اینکه این حکومت تمام امکانات ماهیتی خودش رو رو کرده و نتونسته که خودش رو از بندی که خودش بر پای خودش بسته نجات بده. سپاسگزارم. آقای محمود ابطحی بفرمایید. مرسی خانم قیاسفند. صحبت‌های دکتر نوری‌علا یه نکته خیلی مهم درش بود. وقتی که راجع به ماهیت این حکومت صحبت کردن، گفتن که این ماهیت آلترناتیو هم روشن میکنه. یعنی که ما الان در واقع گفتمان آلترناتیو رو داریم به صورت تئوریک و در گفتمان آلترناتیو مشخصه که چه باید باشه. اون چه که ما نداریم اون نهادی است، تشکیلاتی است که بتونه این گفتمان رو به درستی نمایندگی بکنه و اون چه که الان درش اپوزیسیون در ایجادش در واقع با مشکلاتی روبروه، ولی خب همه دارن تلاش میکنن که بسازن اونه و اون نهاد هست که میتونه رهبری رو به وجود بیاره که دغدغه‌هایی که در صحبت آقای سلجوق بود رو پاسخ میگه. یعنی وقتی اون رهبری به وجود بیاد به دنبالش اون عملکرد مردم هم متشکل‌تر و هدفمندتر میشه و میتونه به نتیجه برسه. ما اون چیزی که کم داریم نهادی است که با این گفتمان غالب امروزی بتونه رهبری اپوزیسیون رو به دست بگیره که خب مسلماً شاهزاده هم به عنوان محور این نهاد، این تشکیلات نقش بسیار برجسته‌ای میتونن داشته باشن. متشکرم.